آرزوی ما در آینده ای است وقتی که من از افغانستان حرکت کردم آمدم تا بلژیک رسیدم، در راه با پلیسای خوب و پلیسای بد دچار گرفتار شدم و وقتی که من اینجا آمدم در بلژیک، پلیسی را که من دیدم خدمت که برام کرد، پلیس خوب، واقعیت من اونجا فهمیدم که یک پلیس خوب چی است. دیگه پلیس بد که صحبت کنم، در یونان من یک پلیس بد را که دیدم در یک تظاهرات که خیلی بد رفتاری کردم رای من، اونجا من فهمیدم پلیس بد و من میخوایم چی شوم در آینده. فقط آرزوی من ای است که یک پلیس خوب شوم و خدمت به جامعه و ملت بکنم. آرزوی همیشگی من ای است.